عمل هر مؤمن وابسته به نیتش است. با کدام نیت این عمل رو انجام میدهی؟ ما یقون عبادتی به نیت نداریم. برای چی؟ به خاطری که تغییر دهنده اون عمل اصلا این نیت است. حتی اگر مسجد میاد به خاطری که مردم ببینن، یعنی از روی کبر، از روی که خود نمایی و دیگر حتی از برای پروردگار اون نماز رو نخوند، از برای نشان دادن مردم که حالا که دیگر من این هستم اون هستم، یا اینکه زکات، یا اینکه مال زیاد میدهد به خاطر که مردم بگویند که من دارم. زکات این حقی مسکین کمبغل و نادار است. باید به نادار و اون پدر و مادر، فرزند، زن، اینا را دادن زکات درست نیست. بیرون از مالت باید، از ثروتت، همچون جوان مرد، همچون مسلمان، چی مرد چی زن، باید که از مالت باید اونو رو تامین کنی، نه از زکاتت. این زکات حق مسکین کمبغل و نادار است. باید زکاتت رو جدا کنی و اونها بدهی، با پدر، با مادر، مکالون چنده که بالا بروند، فرزند با اینو داده نمی شود. با زن، چرا که یعنی واجب است نفقه زن بالای مرد شوهر واجب است. اما اگر زن دارنده باشد و شوهر مال شخصی علاوه خودش داشته، تجارت یا که هر چیز باشد، از خودش مال و ثروت دارد زن، اگر شوهرش فقیر و نادار یا قرض دارد، به خاطر که نفقه زن بالای شوهر واجب است، چی کمبغل باشد، چی دارنده باشد، چی ندار. اما نفقه مرد شوهر بالای زن واجب نیست. حالا سوالی آمده است که زکات از نظر چی فرق میکند؟ صدقه یا که صدقه نظر چی فرق میکند؟ حالا نظر یک عهد و پیمانی با پروردگار است. فرض کردیم بگوید اگر به من فرزند عطا کنی، به خاطر روزگی خودت من یک گوسفند یا یک گاو یا اینکه هر چیزی که باشد یا هر چیزی قیمت بهایی که باشد، من این رو نظر کردم. در این صورت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت ثواب لبیک. ثوابی صدقه بیشتر است یا ثوابی زکات؟ سلامت باشید. سلامت باشید. دیگه سوال نیست؟ نه. سلامت باشید. انشاءالله پاسخ میدیم. نظر از نظر خلاف با فقیر و نادار باید که همگی یک جایه باید چکار کنه، یعنی باید که با پرگی بدهد، هیچ چیزی از اون نموند. مبودو اگر از اون نظر گفتگیش خودش خورد یا اینکه زیر دستانی که نفقهش بر اینا واجب است، زن فرزندانش خوردن، باید مبلغی همون خوردگیشون رو ببرارن با صدقه کنن. نظر یعنی نظر همین است. لیکن صدقه میتواند که به هر کسی اندازه یعنی چینک و معین ندارد. تمام صدقه میگوید میبرارد، میدهد، میرود. لیکن نظر باید به حجم پره‌ای که وعده داده بود، قول کرده بود با پروردگار، همون قولش رو وفا کند، همون عهدش رو وفا کند است و پرگی باید بدهد. حالا این برادر سوال کرد که فضیلتی صدقه زیادتر است یا که فضیلتی چیز؟ زکات. یعنی زکات این فرض است، امر پروردگار است. حالا اگر انسان از نماز پیشین، از وقتی نماز پیشین تا نماز عصر سنت بخوند نفل نماز، لیکن فرض نخوند، از گردنش ساقط نمی شود. چرا که این فرض امر پروردگار است. باید که فرض بخوند، فرضی پیشین بخوند، بعد هر چقدر که سنت ها میخوند اصلا برای سنت های خوندگیش ثواب میگیرد، لیکن دیگه فرض از گردنش ساقط نمی شود. یعنی زکات فرض است. زکات یعنی چینک، مقدار، یعنی محدود معین است، دقیق انیق است، باید که جدا کند بدهد. صدقه هم محدودیت ندارد، وقت ندارد. زکات وقت دارد، در یک سال یک بار حتمی است. صدقه هر وقتی که خود صدقه رو میکند. البته یعنی ثواب زکات چیست؟ ثواب زکات از صدقه خیلی برتر است. چرا که در حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمدگی هست میگه که خصوصا در ماه مبارک رمضان هر سنتی برابر فرض است. هر سنتی برابر فرض است و هر فرضی 70 فرضی برین رمضان است. یک فرض خوندی،
بار زکات داده در ماه مبارک رمضان، مثل اینکه 70 بار زکات داده. این پاداش و اجر رو دارد. برای همین عالم اسلام اکثریت کل مسلمانان ثروتمند در ماه مبارک رمضان زکاتشون رو میدهند. از آلمان چند روز قبل به من سوال شده بود یک نفره و گفت که خب 6 ماه شد که من 100,000 دارم. دیگر نپرسیدمش که 100,000 دلار باشد یا 100,000 سومون باشد. به هر حال 100,000 سومون دار شدم 6 ماه قبل. حالا در همین رمضان بدهم یا اینکه صبر کنم تا یعنی 6 ماه دیگر. حول یعنی نصاب است و حول یعنی 1 سال مروری سال. لیکن پیشکی حالا به خاطر که شکرانه پروردگار که در این یعنی به من این ثروت رو داد در همین ماه مبارک رمضان، من پیشکی میدم، از گردن خود پیشکی یعنی سقط میکنم و اون اجر و پاداش عظیم رو میگیرم. درست است که چیز یعنی باری اول است، باری اول و زکاتش رو در ماه مبارک رمضان میدهد. لیکن هر سال واجب میشود و فرض میشود که در همین یعنی چیز ماه مبارک رمضان باید که زکاتش رو بدهد. به خاطر چی؟ به خاطر که همون اجر و پاداش عظیم رو به دست بگیری. مسلمان فخر میکنه که الحمدلله و من پروردگارم ثروت داده. زیاد قسمت دومین فایز چی هست؟ هیچی. از 1000 سومون 25 سومون، از 1000 دلار 25 دلار و کم نمیشود، برعکس زیاد میشود. تجربه حیات هم اثبات کردگی است که اونایی که زکات میدن خیلی قناعتمند و راحت زندگی میکنن. نوری ایمان یک نوری یعنی الهی در قلبشون جای میشود که آسوده و آسوده حال و قناعتمند و خوشبخت و خوشنود و خوشحال زندگی میکنن. نه حریص و حریصی و یعنی دلتنگی و دلسیاهی و دایم یعنی همیشه در حرص و حریصی و تنگدلی و سیادینی و دیگر باشد. برای همین اکثرا مسلمانان در چیز ماه مبارک رمضان زکات خود رو میدهند. سوال دیگری هست که میگوید که صدقه رو آشکار دادن خوب است یا اینکه پنهان، و زکات چی؟ یعنی زکات رو هم پنهان دادن خوب است یا که آشکار دادن؟ حالا ببینید یعنی کسی که نماز تهجد میخواند خوب نیست که پیش همه دیگر بگید که من نماز تهجد میخوانم، من شبها عبادت میکنم. نه، وقتی که اگر این رو به نیتی یعنی خودنمایی اگر بگید نعوذ بالله یعنی همه ثوابش اجرش برکتش ضایع نیست میشود. صدقه هم بمونند همین است. اما نماز بامداد فرض است، باید بروید با جماعت بخونید. این فرض است، اگر رفتید با جماعت خوندید این ریا نمیشود. یا گفتید که الحمدلله من نماز بامداد با جماعت خوندم، این ریا نمیشود، چرا که این امر پروردگار است. اما صدقه رو پنهان دادن به خاطر چی؟ به خاطر که اون میگن که دستی راست بدی دستی چپ ندهید، این معنی رو ندارد. که صدقه میکند از سوی صدقه جاریه، یعنی روح ساختمان و مسجد و مکتب و یتیمخانه و پیرانشانخانه و صاحبخانه و یک بیچاره و بینوا خانه میسازد میدهد. حالا دستی چپ نفهمی؟ نه، همه فهمی. مهم اساس اینجا منت نکردن است. این مبالغه به خاطری است که وقتی که صدقه کردید منت نکنید، به زبان نیارید. هر چی که از صدقه کردید فراموش کردید، پروردگار فراموشش نمیکند، اون رو برایتون برمیگرداند. اما هر چی رو که کردید منت کردید، پروردگار اون رو فراموش میکند. این شو خطرناک است. بعضی انسانا رو میبینید بعد میگید که من این کار کرده بودم، دیگر 10 بار 100 بار همین گپ میگوید که من این کردم، من اون کردم. به خاطر چی؟ به خاطر که بگن که حال دیگه من یعنی یک وقتی ثروتمند بدم و کردم و دیگر بدم، حالا که نمیکنم کردم. در اینجا اگر خودنمایی باشد اجر و پاداش و خیر برکت اون صدقهش از بیخش نیست میشود و میرود. لیکن این گفتهش به خاطر باشد که خداوند در یک جمعه گروهی از مردم نشستن، سالو که دارنده هستن، بعضی از اونها خب بگید که من یک وقت ثروتمند بدم و یعنی چنین و چنان و چنان و دیگر میکردم و کردم، به خاطری که عبرت این نشود اینا هم از همین کاری خیر، از همین کاری نیک پیروی کنن. در این حالت درست است، در یک حالت درست است، یعنی آشکار کردن صدقه درست است، به خاطری که همچون درس و سبق و عبرت و یعنی تشجیع و ترغیب باشد. در صورتی یا که منت یا که
یعنی خودنمایی یا اینکه غرور دیگر، یعنی اجر و پاداش صدقه رو بر هم میدهد. اما اگر به خاطر گل فرزنداش میگه که بچه‌م من چند سال همینقدر سال زکات میدادم، این راه سهم گذاشتم، مسجد سهم گذاشتم، خب مکتبی سهم گذاشتم، خب انشاءاتی جمعیتی و عمومی و معیوبان سهم گذاشتم، درسی برای فرزندانش هست که فرزندانم شما هم همین کار یک رو انجام بدید. در اینجا یعنی ثواب صدقه کم نمیشد، برعکس هم ثواب صدقه میشد، هم در ثواب درس و سبق. خب حالا زکات هم عیناً همین است. حالا زکات گفتم که میگه که صدقه رو پنهان کردن خوب است یا که آشکار کردن. حالا زکات رو پنهان کردن خوب است یا این که آشکار کردن. زکات رو اگر آشکار کند به نیتی که الحمدلله یک رکنی اساسی دینیم رو انجام دادم، پر کردم، نیتش یگون هر چیزی باشد نباشد در اینجا یعنی زکات ثوابش کم نمی شود. اما صدقه رو هم به خاطری که درس عبرت و پند باشد اگر بگوید ثوابش کم نمی شود. اما اگر منت باشد یعنی طعنه باشد و دیگر باشد، البته صدقه رو ثوابش از بیخ نیست و نابود می شود. سوال دیگری آمدگی است که ثواب صدقه بیشتر است یا اینکه ثواب زکات؟ خب همچنین که در بالا هم گفتیم یعنی زکات امر پروردگار است، فرض است، و صدقه این یک نمودی یعنی چی هست؟ احسان و نیکی هست. هیچ وقت ثواب صدقه با ثواب زکات برابر شده نمیتواند. البته صدقه ثواب دارد و حالا گفتم حدیث پیامبر که هر سنتی یا هر صدقه برابر فرض و هر فرضی 70 فرض. یعنی این تفاوت زیاد رو ببینید. به خاطر چی؟ به خاطر که این ماه مبارک است. یک نقطه دیگر هم بگویم، مبارکی این ماه به خاطری که نزول قرآن در این ماه است. و پروردگار میگه استعیذ بالله ان انزلناه فی لیلة مبارکه، ما این قرآن رو در شب مبارک نازل کردیم. شب مبارک در اون سوره شرح نمیدید که شب مبارک کدام شب هست. بعد در سوره قدر پروردگار میگه بسم الله الرحمن الرحیم ان انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. یعنی در اینجا شرح تفسیری قرآن به قرآن. حالا اون آیه مبارکه که در شب مبارک، حالا اون شب مبارک رو میگه که ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر. میدونید شب قدر چقدر قدر دارد، چقدر فضیلت دارد، چقدر برکت دارد، چقدر برات سعادت میارد، چقدر از گناه پاکت میکند، چقدر با تقدیر یک ساله آینده باز نیک میکند، سعادتمند میکند و میسازد و دیگر. این همه وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. یعنی شب قدر یعنی برتر از 1000 ماه است. حالا 1000 ماه رو ما حساب شماری کنیم 83 سال و 4 ماه می شود. پروردگار میگوید برتر از 1000 ماه. حالا برتر گفتن پروردگار چقدر تصور کنید، تصورش هم کردن نمی شود. چرا که وقتی که پروردگار میگوید برتر، دیگر اون تصوری از تصور انسان بیرون است. چقدر به اندازه یعنی اجر و پاداش و خیر و برکت دارد. لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل. اون چه شبی هست؟ در اون شب ملائکه ها و روح نازل می شوند و دعای خیر و برکت و رحمت و مغفرت برای انسانهایی که عبادت میکنند، برای اونا طلب رحمت و مغفرت میکنند حتی تا صبح صادق لمیدن. لبه. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. حضرت ناظرین خوبین؟ الحمدلله فضل پروردگار. سلام داشتیم. زکات رو به یک نفر دادن افضل است یا که به چند نفر؟ سلامت باشید، خیلی خیر برکتی. دیگه سوال نیست؟ مرحبا. می زکات رو به دیگه منطقه روی کنیم، مثلا در دیگه دولت قرار داره طریق تلفن این پلاژینیو روی میکنیم، مثال درست میشه یا که باید در دست بری زکات بدیم؟ خیلی خیر برکتی. سلامت باشید. تمام، دیگه سوال نیست؟ سلامت باشید. موفق باشید. خیلی خیر باشید. زکات بناداری که حتمی دسترس می شود به اون، یعنی چی به واسطه تلفن باشد چی به واسطه شد باشد، مهم و اساس
زکات گیرنده صاحب شود، مالک شود، یعنی اون مال را به دست بگیرد، چی به واسطه باشد چی به واسطه باشد. به واسطه دست به دست باشد زکات قبول است، اون میگیرد اجر خودش خیر برکت از گردن زکات دهنده، زکاتش این قرض و این امر پروردگار از گردنش ساقط و رکن اساسی دینیش پره می شود، بنای مسلمانیش کامل می شود. چی به دست یعنی دست به دست بدهد، چی به واسطه بدهد. مهم اساس همون مال زکاتی روان کرده اش، هر واسطه که نباشد، چی به واسطه شخصی یا به واسطه شات دیگر یا که حسابی. حالا که اون انسان صاحب شد فرق نمیکند چی در یک کشور باشند چی در دیگر کشور. حالا فرض کردیم مهاجرای مهنتی که زکاتشون رو روان میکنن اینجا با واسطه بانک، زکات رو اینجا میگیرن، قبول از گردنشون ساقط میشن، یعنی از زکات از گردنشون ساقط میشن. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محترم مفتی حضرت یک سوال داشتیم. همین حکمت چیست که همین اکثریت مردم در ماه شریف رمضان صدقه میکنن، مصرف خیر میکنن؟ سلام باشید. دیگه سوال ندارید؟ نه تمام. خدا خیر برکت موفق باشید. ان شاء الله پاسخ میدید. سوال برادر اولی قبل از این سوال، یعنی سوال کرده بودن که زکات رو به یک نفر دادن بهتر است یا به چند نفر؟ البته به چند نفر دادن بهتر است، به خاطر اینکه نیاز چند نفر، یعنی نیازمند چند نفر نیازمند نیازش رو برطرف میکنید. چند نفر حاجتمندی بود که براسته زکات شما اون ضروریات و حاجت و یعنی مشکلیش رو برطرف میکنید، البته این ثوابش زیادتر میشود. لیکن مبادا حالا کسی خانه و در ندارد، از مال نصابتون جدا میکنید، زکاتتون جدا میکنید، مالی که یعنی خریداری کرده میشود خانه و اون بیچاره سرسان در بدر هست، نادار در بدر هست، خانه میگیرید، ولی خانه حداقل 300,000 یا 200,000 این از نصاب گذشت رفت. لیکن این یعنی حاجتی ضروری هست، حاجتی ضروری و یعنی به این نیاز دارد انسان. برای همین یعنی درست است که از پول زکات خانه بخرید به کسی بدهید. اما با چند نفر زکات رو دادن یعنی حالا میگن که اگر مالی 36,000 یک بار به نفر بدهید که حالا اون هم صاحب نصاب میشود، یعنی در این صورت مکروه است. یعنی 36,000 دادنی هستید یا 50,000 دادنی هستید، 10,000 به 5 نفر یعنی میدهید، یعنی حاجت اونو برآورده میشود و اونو خرسند میشن. چند قلب خرسند شد، یعنی خالق اون قلب ها چقدر از تو خشنود می شود. بهتر و خوبتر است که با چند نفر زکات رو تقسیم کنید، این ثوابش زیادتر می شود و چند قلب خشنود و خوشحال می شود. و یکی از مقصدهای زکات دادن هم الفت و برادری و اخوت و دوستداری هست که بین یعنی ثروتمند و بین دارنده و نادار یک الفت برادری، محبت، احترام صمیمی به وجود بیاید، احترامی به وجود بیاید و بین چند قلبی یعنی الفت و برادری میاد. این البته هم زکاتش و هم خشنودیش و هم برادری یکی از روح‌های اساسی دین مبین اسلام، یکی از مقصدهای اساسی دین مبین اسلام این اخوت است. انما المؤمنون اخوه. متاسفانه بسیار این معنای اساسی و روحی اساسی رو فراموش کردگی هستند. سوال بعدی که چرا در ماه مبارک رمضان صدقه و زکات میدین اکثریتی کلی یعنی عالم اسلامی و مسلمان؟ السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت مفتی یک سوال داشتیم. مرحبا. همین شخص قرضدار میتواند صدقه دهد؟ شخصی قرضدار میتواند صدقه بدهد؟ بله بله. دیگه سوال نیست؟ یعنی یک سوال داریم حضرت. خدا خیر برکت موفق شد. خوب. چرا در ماه مبارک رمضان؟ به خاطری که من گفتم از در اولی صحبتم گفتم که هر سنت برابر فرض و هر فرض برابر 70 فرض. وقتی که یک صدقه میدید مثل این که یک فرض زکات داده باشد، ولی این زکات یعنی برابر 70 زکات. برای این عالم اسلام در ماه مبارک رمضان ولی در غیر ماه مبارک رمضان هر نیکی هر صدقه اگر از 1 تا 10 اجر داشته باشد، در ماه مبارک رمضان ببینید این رحمت الهی است.
از 10 تا 700 برابر چند صد برابر زیاد اجر دارد. ولی اونجا در صحبت هم گفته شدم این خیر و برکت ماه مبارک رمضان به خاطری که در این ماه مبارک رمضان قرآن نازل شدگی است، شرافت قرآن است، ماه قرآن است، ماه نزول قرآن است. این انزلناه فی لیلة القدر، ما این قرآن را در شب قدر یعنی در ماه مبارک به خاطری که قرآن نازل شدگی است. ببینید پروردگار این ماه را چقدر با برکت و در شب قدر نازل شدگی است. ببینید که خصوصا شب قدر چند برابر زیاد. ولا تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر، یعنی ملائکه ها و روح یعنی حضرت جبریل علیه السلام. چرا حضرت جبریل علیه السلام را در تفسیرها یعنی نام میگیرن؟ به خاطر چی؟ به خاطر که یعنی همونی که قرآن رو از لوح المحفوظ و از بیت العزت به قلب پیغمبر علیه السلام مدت 23 سال آورده بود، حضرت جبریل علیه السلام هست. برای همین باز میآید در همون شب نزول قرآن اون وظیفه که هر سال تجدیدی نظر و تجدیدی یعنی دعا برای انسانایی که عبادت میکنن تلاوت میکنن، یعنی همیشه هر سال در شب قدر حضرت جبریل علیه السلام با گروهی یعنی به شمار با ملائکه ها میآیند. هر جایی که طاعت است، عبادت است، طلب رحمت و مغفرت است، همه برای دعا کنندگان عبادت کنندگان بداره که به خاطر اجر و پاداش، به خاطر رحمت و مغفرت الهی و آمرزش گناهش و خیر و برکت الهی را به دست آوردن بدار خوبی میکشد عبادت میکند. برای همه او خانه به خانه شخص به شخص میگردن و دعای یعنی آمین میگن. دعای اینا رو بالای این زیادتی برای اونا از پروردگار خیر و برکت زیادی طلب میکنن که این بنده یعنی گریه دارد، زاری دارد، امید دارد. پروردگار این بنده را امید مکن به مقصد برسان، این بندگان را به مقصد برسان. یعنی سیر میکنن، گردش میکنن، دعا میگویند، دعا طلب رحمت مغفرت برای انسانایی که عبادت میکنن، دعا میکنن، تلاوت میکنن برای اینا. یعنی خصوصا از جبریل علیه السلام که شخص متصدی این نزول این قرآن که بود هر شب قدر میآید. وقتی که پیامبر علیه السلام بودن، از وقت اول نزول قرآن هر رمضان جبریل علیه السلام می آمدن از همون قرآنی که هست، قرآنی رو که نازل کرده بودن از پیامبر علیه السلام میشنیدن. سال اخیری قبل از وفاتش، در رمضان اخیری قبل از وفات، یک بار جبریل علیه السلام قرآن رو خواندن که پیامبر علیه السلام شنیدن و یک بار پیامبر علیه السلام خواندن جبریل علیه السلام شنیدن. برای همین حالا در مسجد همه مسجد جامع ما و موافق مذهب امام ابو حنیفه و دین مبین اسلام سنت است که در حد اقل در ماه مبارک رمضان یک بار قرآن ختم می شود. چرا؟ بخاطر اینکه این ماه مبارک رمضان مبارکی و فضیلت و برترین ماه مبارک رمضان در این است که ما نزول قرآن است در اون. الو سلام علیکم حضرت جان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. 50,000 زکات که مردم از 10 تا 10 کس 5 همه زکات دادن میتونم. یه بار دیگه تکرار کنید سوال رو. همه 50,000 همه خالای من داده که مردم از خرج دادگی هست. خب 10,000 در یک کس 5,000 در یک کس همه زکات دادن میتونم. 50,000 در دست مردم دارد. سلامت باشید. خدا خیر پولشته. سلامت باشید. 50,000 در دست مردم دارد. حالا 100,000 200,000 نیم میلیون چندی که باشد، وقتی که در دست مردم دارید قرض دادگید، قرض حسنه. خب قرض حسنه از صدقه ثوابش زیادتر است. حالا انسانایی که گرفتن شرایط یعنی وعده گرفتگی هستن که فلان روز ما آورده میدهیم یا فلان ماه یا کی، حالا وعده خلافی نکنن. میدونید که وعده خلاف نیست، میارد در مهلت گفتهش قرضت رو مبلغت رو برمیگرداند. در این صورت اون 50,000 که دست مردم هست از هر 1000 25 سومانی باید که زکات جدا کنید هر سال. اما وقتی که در دست بعضی های هستند که فند فریب خوردگی هستی، فریبت دادگی هستند، بعد می روید که میبینید که آدمی دروغگو هست که از چند نفر خود رو سرخ کبود میکند و میگیرد، بعد فریب میکند و میگردد نمیدهد. شخصیتش معلوم شد که فریبکار و غارتگر و دزد است، بیشرف است. وقتی فهمیدید که یک بیشرف است، شرافت و کرامت انسانی ندارد،
و فکر گور قیامت هم عذاب قبر و گور قیامت هم ندارد، در اینجا زکات اون پولی دادهتون رو زکاتش رو نمیدهید. یا اینکه انسانی که با شرافت است لیکن ندار است میگوید که من میدیم لیکن فعلا یعنی امکانیت ندارم و میبینید که عموما امکانیت ندارد، حالا این چند سالی هست که ممکن است که این در چند سال امکانیت پیدا نکند که مبلغ شما رو قرض شما رو بربگرداند، تو وقتی که اون انسان صاحب امکانیت می شود شما زکات اون مال را نمیدهید. از روزی که اون انسان صاحب امکانیت شد که مبلغ شما رو برمیگرداند، در این حالت باز چیکار میکنید؟ زکات اون مال را میدهید. یعنی وقتی که بوی امید از برگردانیدن اون مبلغتون وجود داشته باشد زکات اون مال را میدهید. یا زور ظالمی هست که پول رو میگیرد و میگه دست چیه که میاد بکن نمیتوند چی میاد دست تمام در صورت هم یعنی زکاتی اون مال رو نمیدهید، چرا که شما یعنی غارت شدید، چرا که شما به یک ظالمی مبتلا و گرفتار شدید. برای همین در این صورت هم یعنی زکاتی اون مال رو نمیدهید. در صورتی که بوی امید هست و هیچ خطری نیست و مالی که قرض داده قرض حسنه دادگی هستید اجر و پاداش عظیم دارد و هیچ خطری نیست، زکات اون مال رو میدهید. و در صورتی که میبینید که هیچ بوی امید دیگر نیست، در این صورت باز یعنی توقف میکنید، میایستید تا وقتی که امکانیت به وجود میآید و بوی امید به وجود میآید یعنی زکات اون رو نمیدهید. از وقتی که باز یک امید پیدا شد باز زکات اون مال رو میدهید و وقتی که برگردانیدن حتمی دیگر زکاتش رو میدهید. چی در دست مردمی امانت دار باشد مال زکات اون رو میدهید، چی در دست و پسندازی خودتون باشد زکات مال رو میدهید. لیکن در دست خائن و بی‌شرف باشد زکات اون رو نمیدهید. بعضی سوال ها اینجا شکلی مطرح کرده بودن، بعضی از این سوال ها بی جواب ماند. انشالله در برنامه های آینده ما به همه این سوال ها پاسخی مفصل خواهیم داد و در این ماه اجابت دعا از پروردگار برای هر یکی شما و اهل و خانواده و پیوندان و دوستان و نزدیک شما عزت و برکت و سعادتی ابدی این دنیا و آخرت را آرزو و تمنا میکنیم. همیشه عزتمند و همیشه با برکت و با سعادت باشید. موفق و کامیاب.